قرآنم سوره حجرات داریم. اصلا قرآن خونون از 114 سوره عبارته. بیشتر از 6000 آیت داره. آیتش بگیم به حسابی تری اگر ساده کنیم جمله. انا که در همین مثال آیتوی قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ظن ان بعد الظن اسم. خدا میگه کسانی که ایمان دارید ای گمانهای بسیاری بد پرهیز کنید، زیرا بعضی گمانها گناه است. اگه در هر آدم هر گمان پیدا میشده، وقتی منم توده مردم مقصد نزدی همون مغازه ها دیدم یا نزدی مثال بازار ها دیدم، حقیقتا گمان یک من گمانی من میشود که خطا باشه، گمانی من میشود که ثواب باشه. لیکن من در بسیاری از معرکه بعد می توده مردم قطعی که همنشینم روزها دعوتی میشیم، من همین قید کردم که خیلی از چند جهت این از چند جهت بود. من همون چیزش که با مناسبی ممکن گمانی شما باشد که حقیقتا در همین حالت همون اعتقادی که دعوای اعتقادی که بود که در دین همین معلوم کرد که همین مردم در همون اعتقادش همون ثابت قدم نبودند. و خداوندا میگن که انا همه کاروش میگن حسابی که رویکیه یا خسکیه. انا می رویکی و خسکی در همینجا اثبات شد که همین مردمی که اگر پرسیش به دهن میگه که رازقم الله است، خب ولی در همین ناباوری خودش اثبات کرد که یعنی تو دعوت مقصد پایه نداشته، بی پایه بود است. برای همین مردم فکر میکنم که آگاه کردن در کاره مردم. انا که همین چیز هم اثبات کرد که مردم ما در همه حالت اولی تیاری نداشتند، نه تنها برای یک شکمش، برای یک بی‌ثباتی هم میشد است که یوری سودا بردن یک توده یک گوسفنده، یک توده گوسفندی روز یک برنامه را در رادیو آزادی دیدم یا که در فیسبوک دیدم، یک خر پیش رفته است، ای قریب 2000 گوسفند پیش خر رفته است. ای قفوش گوسفند جنای سونده است که خلاصه هاتون برارین. خیر کس بنویسه یک کامنتاری. لیکن گپ در همین که همین توده گوسفند بدن همین مردم امروز معلوم کرده که همین یک توده گوسفندن، نه در این طرفش مستحکم بوده نه در این طرفش. البته این همونایی که به هنگامه داده، بله همونا که بله بود آدمایی بود که حتی مقصد در همین مسئله اگرچه اعتقاد دینی هم که نداشت، من با او هم صحبت شدم، همین گفتن من در بیفهمی و بیعقلی هم حیران شدم. آدمی که اولی نداره هیچی نمیگه رازقی من الله است، با آدمایی که دعوای رازقی الله را داشتن با اونها خندیدن. برای همین خیلی که این حقیقتا این عقل و این شورناکی که با دیندار و با بیدین وابستگی ندارم. لیکن همینجا من همیشه احساس کردم که همین مردم بسیار خام بودند، اعتقادهاشون هم ولی ناکامل بوده است. خلاص اگه این را نمیشود که هم تا گذاریش باید دم بیده آدم باید یک فکری کنه، باید این را یک مقصد آماده کردن در کار که در همون اعتقادت باید تو استوار باشی. من همین را میگد بیدیل یک مصرع زیبا دارم، میگه رزق را روزی رسان پر میدهد. رزق را روزی رسان پر میدهد، بی مگس هرگز نماند عنکبوت. پرش میته. الله هم خیلی قدرتی داره که رزق پر میته. پریده میرن اونجا عنکبوت میخرش. اگر یک عنکبوت
همون طاقت و همون قوت داره نداره. پریده سر کنه. لیکن خودش پریده میروه. ما اگر به همین مصرع‌های بیدین هم حتی تکیه کنیم برای همین ما کافیه همین. بعضی با فکرهای دیگر هم هست لیکن ما در همینش جوی خودشه همین حلش همیه من فکر میکنم. یک مسئله در اینترنت بسیار موردی وای شد بحث قرار گرفت بعضی به هر علمای اسلام رفت دادن خوبه که مثلا در صحیفه های پیدا شدن موی های قرآنی و دیگر البته این ما میدونیم که همش دروغ بیش نیست. حتی وای خارجی هم من از صحیفه های فیسبوک دیدم که دامله‌های سنی مذهب ایران هم به این رفت دادن که از افغانستان همسایه ما، ولی خود قرآن شفا است. چقدر که خود در قرآن هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء. خواندن قرآن خودش با فکر من که همین ویروس دیگر و دیگر چیزا دور میکند. شما با همین شخصیتایی که هم خیلی دروغا را پهن میکند چی مراجعه دارید؟ من 3 روز روی هم راستی بیشتر 90% زنها بودن، زنگ بزدن. فقط همین باب دائما سوال کردن. اخیر نشد نسبت دادن به داملا حکمت‌الله غرمی. من برای اون که خیلی مقصد یک جواب برای خودم باید داشته باشم، اگر چندی من قبلا جواب‌ها را دادم همین چیز کم ترک ما به هر حال فکرامونا گفتیم جمع کردن نتونستم. در بعضی همو مخلصا و محبای حضرت ده همینجا زنگ زدم گفتم پرسین که همین تو چه اندازه همین کار حقیقت داره که همین مردک به همون نسبت دادیستم. برآمدن که گفت است که من مقصد در این کار هیچ به ما وابستگی نداره. از همین لحاظ با ما چند قدر با بگیم چی ترشیدیم ده برای همین این کار دروغ بوده که داملا هم نگفته است. حتی ما گفتی شما خیرشاهی هم از مثال ملک ایران هم یک برنامه ویدیویی داد که همین را در من نسبت دادن. یک عربی دیگه برآمد کرد گفت در من نسبت دادن که حتی امروز دردی جهانیش اعلان کردن که همین ویروسی که بیم تمام دنیا را در لرزه و در تکان در آورده است. برای شما یک گوشزدی دارم که هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم با روایت عبدالرحمن ابن عوف با روایت اسامه ابن زید حدیث برای ما گفتم برادران عزیز که اذا سمعتم بهی در بعض حدیث ها با چند زید اذا سمعتم طاعون بارض فلا تدخلوها وإذا وقع فيه وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منها. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن هرگاهی که طاعون یا همین وبا یا همین ویروس گوییم در کدام سرزمینی که اگر داخل شد شما حقی اونجا داخل شدن ندارید و هرگاهی که برادران عزیز شما در همون سرزمین باشین و این بیماری آمد حقی از اونجا بیرون شدن ندارید. یعنی 15 عصر پیش سخنی پیامبر نازنین که کرانتین میگیم همون زمان برادران عزیز این حضرت اعلام کرده بود و اصلا همین واقعه هم در زمان خلافت حضرت عمر که در سرزمین شام سوریه امروزه که او وقت رهبر این مملکت به ابو عبیده ابن جراح بود، حضرت وقتی خواست وارد همون شهر شدند آگاهش کردند که همین بیماری در داخل این سرزمین هست. حضرت داخل شدند گفتن حضرت ما را گفته بودن که در سرزمینی که این درد باشه شما داخل نشید. گفتن حضرت مثل همین روزا ساده های ما، من دیروز بعضی برنامه را تماشا کردم وقتی که میگن برای همین ویروس آمدگی خب چی ها باید کرد؟ میگه این همه گپ
همه این گپای نصیب بوده باشه میشه، نصیب بوده نباشه نمیشه. برادران عزیز و گرامی، این گپ‌ها درست همه این نزد الله هست. حقیقتاً و مقدرات ما هست، در تقدیر ما هست. ولی این توکلی بی‌پایه و این توکلی ساده، برادران عزیز، این گناه باید که ما انتخاب نکنیم. حضرت عمر بینید که وقتی چقدر برای او همون جمع حرکت شد که داخل شد، حضرت داخل شد. گفتن مقصد از تقدیر الهی میگریزی گو بله، افیر من قدر الله الى قدر الله، میگریزم از تقدیر خدا واسه تقدیر خدا. همین گریختن و مقصد از تقدیر خدا خالی نیست. زیرلحاظ امروز برادران عزیز و گرامی، این بعضی گپ‌ها آمده است که و این مسلمان نمیگیرند. این گپ‌ها همه برادران عزیز یک گفتستم که یک درد جهانی، یک دردی که الله مهربان از نزد خودش از هیچ کاری به اراده خدا نمیشه. ولی این خیلی نسبت دادن که حاضر در سعودی هم مردم به همین بیمار مبتلا شدن. خب در اکثری دولت‌های در عراق هم مبتلا شدن، در بسیاری از دولت‌های اسلامی مردم مبتلای به همین بیماری شدن. زیرلحاظ برای ما مردم مسلمان، برادران عزیز، همین اشاره‌ای که پیامبر نازنین کرده است باید که ماها از این پیگیری کنیم. برای پیشگیریش هر چی لازمه کردن در کار، ولی اگر به شرطی که الله مهربان ارادهش بر همین رفته باشد که ما مبتلا شویم، برای حرکت‌هایی که کردیم ما ثواب میگیریم. لیکن اگر نکردیم و بگیم ای همش گپه، مثلا امروز طبیب این روزه را بینید، طبیب در شریعت میگن اگر بگن از همین حرام استعمال کن خوب میشه، میگن گپی طبیب را گرفتن مباحه، بخور همون را. زیرلحاظ همین روز برای پیشگیری همین هر چیزی که هست برادران شما بکنید. این خیلی ممکن نیست که من بگن همون جا اگر باید تو بیمار بشه این من میرم که میبینیم چیزی که شود. این برادرای عزیز بسیار یک حرکت نادرست است، بسیار یک اعتقاد خطا است. شیخ سعدی را خدا رحمت کنه میگفت که ریسک اگرچه بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها، کس به اجل نخواهد مرد تو مرا بر دهان اژدها. ریسک بیگمان میرسد. الله خودش گفته است ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، من کفیل ریسک پانم. ولی ببین چی میگه؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نماز قبول کنی پریشان شد در روی زمین، طلب رزق حلال کن. نمیگه بعد نماز بشین بازی میتونه یک سه بار با پیش نمیاد، نمیگه کو حرکت کن، میگه مهنت کن تا که رزق مثال به دست بیاره. برای این برادران عزیز و گرامی، این میگه رزق اگرچه بیگمان برسد شرط عقل است جستن از درها، کس به اجل نخواهد مرد تو مرا بر دهان اژدها. لیکن هیچ کس به اجل نمیبرد، لیکن معنی را نداره تو برده خود دیده و دانسته در همین بلا در همین آفت مبتلا کنید. بعد دویی که خیلی نصیب شده بوده. این گپ برادرای عزیز نادرسته. یا این مخصوص برای آدمای کافر اومده، برای مسلمان نآمده. نه برادرای عزیز، این گپ‌ها نادرسته. آیا زمانه حضرت خلافت عمر مردم شام چه مردم بیدین بودن؟ که مردم هر یک صحابه های از این بیماری گذشتن که حتی خانمای حضرت معاذ هم همونجا گذشتگی، خود ابو عبیده ابن جراح گذشتگی. همین این سخنها برادر از این جای خش ندارد، ولی امروز آمده است ما فقط باید دعا کنیم. دعا کنیم که خدای مهربان مقصد این عذاب این یگان از قهاری و جباری کای هرچی باشه ای لغزشی ما ای خطای ما ای کمبودی ما خدای ما همه این را بزیمه میگیریم.
الله مهربان ما را مقصد از همین مشکلات از همین درد مقصد نجات گرفته. ما این را باید بسیار الله دعا کنیم برادر عزیز و برای پیشگیریش هر توصیه که می شود نگیم که ای نگویه نه اون نگه نه. این گپا را برادر عزیز برعکس به این سخنهای مردکو احترام پشتن و چیزی از دست ما میاد باید ما بکنیم. مبتلا که شدیم انا همیشه باید برادر عزیز از آن مقدراتی که میگیم از آن مقدرات حساب میشه. خب یک مختصرا من برای آن که همین چیزها را برنامه شنیدم بسیار همین مردم از سادگیش خیلی یک چیزی باشه یک گپ های نصیب های فلان درسته ولی تا نصیب ها با چند گپی دیگر چقدر میتونید احتیاط کنید بکنید چیزی وابستگی دارد شما انجام کنید برادر عزیز. میاییم به سر آیت قرآن. خدای مهربان بگه تلک دار الاخره اشاره به سوی جنت اشاره به سوی جنت بسیار پرناز و نعمت که همه برادرای عزیز همین در کجای یک مومن و مسلمان محنت و زحمت فقط همین که همون داخل جنت شد. خداوند مقصد از همین مکان بسیار پرناز و نعمتش که از همه بالاترین دیدار الله مهربان در همونجا برای بندگانش نصیب می شود. خداوند میگه همون جنت دو نفر محروم از همون جنت یعنی اونها وارد جنت نمی شود اگر همین خصلتایی که در آیت آمده است. الله ربی میگه نفرهای داخلی جنت می شود در آیت میگه که لا یریدون علوا هیچ وقت خداشون از دیگرها برتر و بالا نمیدونن ولا فسادا. دویم نفری که داخل جنت می شود نفری هست که خودش را بر معصیت بر نافرمانی الله مهربان آلوده نمی‌کند. هر کسی برادران عزیز از زمره همین دو نفر باشد الله گفت که انامون علی الارائک ینظرون که در قرآن میگه بالای کت ها میشینند. ولی بالای کت چه راحت داره اگه کتی اوی کت های کندکاری جا نیست او کت ها را الله خودش میداند او چگونه کت باشد او چگونه بالیش باشد برادر عزیز او چگونه در پیش او بوستان سرای باشد. تعریف فی وجوههم نظرة النعیم. خداوند میگه جنتی ها را در چهره هاشون همون اثرهای نعمت جنت در چهره هاشون یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک. برادر عزیز ملائکه ها بین لگن ها در دست لگن های همه از بریانت طلا بالاش در مقصد بهترین همین ظرف ها قطعی از همه تازه ترین شربت میوه بالاش مقصد پرده ای که در بالاش دارد ای مشک ختامه مسک. بین بالاکش اگر در ماه یکون سلفیقه پرتویم یا یکون چیزه او بالاش برادر عزیز با خوشبویی محکم کردگه. هر گاهی میگه بالاش که میگیری یک بوی خوش تمام جنت فرا میگیره. انا همون جنت برادران عزیز نصیب کسی است که خودش را از دیگران برتر نمیداند یا برتر نمیگیرد یا کتگی نمیکند و دوم خودش را در معصیت در بی اطاعتی در نافرمانی خداوند آلوده میکند.